پوشو. خب سلام علیکم. سلام. کنی شناسنامه رو تیار کنید. کنی همک شما با کجا روانید؟ سیادانه خانه کی؟ خانه فرزندان. کی از فرزندتان؟ سایوالی. مرحمت. شما چی همک؟ میشناسم. اپر شما با کجا؟ انا مرحمت. آها میشناسم. خاله شما چی؟ سیادانه میرم. خانه کی؟ خانه دخترم. شما مادر زلفیا میشوید؟ بله. شما خاله جان با کجا؟ با سیادانه. شناسنامه اتون؟ هست. با خانه کی؟ برارم. با خانه پسرم. داملا. های حضرت داملا. سلام علیکم. و علیکم السلام. بنده در غنب رفته بودم. ذکر خدا و رسول هم ضرور است. این باقی همه کارهای دنیا یک پول ارزش ندارد. خدا از آن دنیا ما را بی‌نصیب نگرداند برادر. راست میگویی داملا. ذکر خدا ضرورتر. ما هم در این راه حق جان میسپاریم. کنی شناسنامه را نشان ده. از من حجت میپرسید؟ از همه میپرسیم، برای اون که امروز این کار ما است. از ما هم میپرسند. آبا من گمان کردم که این طور نگویید. من قاری قرآن هستم، حاجی هستم. مرحمت بکوبید. در بساطم غیر از این کتاب مقدس دیگر چیزی نیست. مرحمت کوبید. اگر یابید من عیبدار، گناهکار. خداوند شما را در پناه خودش نگاه دارد. مرحمت از ما توفه. تشکر داملا. ملال نشوید داملا، اما شناسنامه در کار است. با کجا؟ همین حاضر با کجا روانه هستید؟ همین حاضر نیتم به گلی خیری. راه را میدانید؟ راستی نمیدانم. شاید که شما کمک کنید. با گمانم کسی به گل خیری روان بود. کی به گل خیری روان است؟ ما میرویم. شما روانید؟ بله. داملا را به جای زیستش میرسانید. بار خلطه یا همه چیز چارهش را به جای استقامتش بردن. نزد من آمده در شتاب حسابات میدید. فهمم؟ خوب شد اکا جان. البته. برکت یاد. او بالای همه رو گرنگ میکند. خداوند همیشه نگهبان و ایمانتان همیشه مستحکم و ظفر یارتان باشد. آمین. الله اکبر. خدا نگهبان شما باشد. تو کی هستی پسرچه؟ من تو با سیاهدانه به خانه معلم جلیلف میروم. معلم جلیل رو از کجا میشناسی؟ آشنای پدرم هستند. پدری تو کیست؟ پدرم معلم. از کجا میشوی؟ از شهر. از شهر؟ از آن شهری که حکومتداران به نزد ما آمده نمیتوانند. راست میگوی از شهر آمدی. شهادتنامه رو نشان ده. شهادتنامه تولد دارم. کنی نشان ده. تیز برار. مرحمت. در کجا زندگی میکنی؟ در نزد ملیسه خانه. تو بسیار چیزها را میدانی. تیر میزک با یگان خبرکش نباشی. این خیل نگوی. حاضر میبینیم. همش حاضر معلوم میشود. شناسنامه را خیز از جایت. پیش درا. به بیرون. کجا؟ خیز به بیرون. به پیش. این قبول بلاکت میخواند. گیر دستت رو. خدا میروم. با اونجا که رفتی بعد میفهمی. خیز به بیرون. از قدرت به بیرون میفهمی. خدا میروم. فرا چخون. فرا اکنون با کجا؟ های کن دروازه را کشا. تو کنی پیش درا. رفته. پیش درا. های کن راه گرد با پیش. تو بسیار گرم نزن. پیش درا میگویم. دیگر ره ندارند. حفلق کنن خودشان دیگر ره ندارند. چنان میترکنیم چون که خاکشان باد میشه. فهمیدی؟ از پستی طرف راستی کوپروک. از طرف راستی کوپروک. همان جایی که سیمچوبی کجلا گفتی کو همانجا. دلشاد دویده اینجا بیا. گوش کن دلشاد. قفای ماشین بین درونش دومینه وای حاضر زمانه گرفته. بیا تو هم از پی کشا دوای. زود باشین. بچه ها را همه را آگاه کن. تیار باشین.
حضرت داملا میبخشید از گل خیری کی را افتادیم؟ در گل خیری که ها محترم هستند؟ حالا کسی درست هم نمانده است. همه سلاح به دست گرفتند و صاحب وظیفه شده استدند. آهسته باز کسی نشنود. میگویند که در این جای شما عبدالشکور نام یک مرد رئیس است، وکیل است، احترامش بلند است. ها، او یک نامرد است. اما نامدارترین مرد در دیار ما محمد پهلوان هست. سلامتیشون چطور؟ خوب است؟ کمی بیتاب شدن. بیتاب؟ میگویند در شهر دوشنبه در قریه بالا تبوبت میگیرند. قریه بالا؟ بله. اکی راننده ماشین را داره؟ ماشین را سیادونا میروم گفتید کو؟ کمی کارم برآمد، حتما بر میگردم. محمدانا تیز را گرد. مهربان؟ السلام تاغا. از کجا پیدا شدی؟ کنی از این طرف گذر. تو از پی کارت شو. مشق میکنی؟ بله مشق میکنم. کاراته؟ ها، میانبند سیاه دارم. نه مالادس. این طرفا چه آمدی؟ آچم و بیبی بابام خبرگیری آمدم. آچه و بیبی و بابات خبر نمیگیری؟ فهمیدی؟ ممکن نیست. از همان راهی که آمدی از همان راه بر میگردی. فهمیدی یا نه؟ فهمیدی یا نه؟ محسن لابای کنی اینجا بیا. حاضرم جناب قماندان. میرویم. نه نمیروم. خودت رفته پهلوان رو خبر گیر. من کار برآمد. با چشم جناب قماندان. گوش کن محسن. انا این بوزبالا را کرته ایسته گرفته همراه تا شهر میبری. اطاعت. فهمیدی؟ خیز از جاد. تاغا. خیز از جاد. خیر ما رفتیم. سر راه به کسالخانه قریه بالا می درویم. اونجا بیماری هست. محمدی پهلوان؟ تو از کجا میدونی؟ اون کس را کی نمیدونه؟ خواهش قماندان را اجرا کردن در کار. حالا بعد تو رو به شهرچه میبرم. تشکر. من هم در قریه بالا میفرویم. یک جا کار دارم. این چه خیل میشود؟ من باید سپارش قماندان را اجرا نمایم. تقایم گفتن که من کاراته ایست. اینجا باید معلمم را بینم. خیر میلش.
ҳама чизаш дар ҷояш ку? наход мошин байвик ҳам вайрон шавад. хайр чӣ? мошин вайрон мешавад. шумо зур ҳама аз шумо метарсад. мошин ҳам бояд аз шумо тарсад. хай ин мошин одам неку. одам метарсад. мошин ҷон надорад я? ҷон ки ширин аст. одам метарсад. рост гуфтӣ меҳрубонҷон. аммо тағои ту аз мурдан ҳам наметарсад. чӣ кор кунем? ман нафаҳмидам ин мошинро. ягон мошин доштанамон дар кор. салом алейкум бародар. шумо хуб ҳастед? салом. мошинамон бесабаб дар роҳ монад. мошин бесабаб дар роҳ намемонад. шумо мефаҳмед? майлаш мебинам. ҳама чизаш дар ҷояш? ой бародар, мошинатон бензин надорад. чӣ бензин надорад? марҳамат бинед. ман ҳамин саҳар 20 литр рехта будам. инро дуздиданд. ҳоло ҳама медузанд. росташро гӯям, ман мошинро манъ карданӣ набудам. чунки сари ҳар як қадам бо яроқ таҳдид намуда ғорат мекунанд. ҳатто мошинҳоро кашида мегиранд. гӯш кун бародар, бало ба паси дуздҳо. шумо ба мо 1-2 литр бензин медодед то шаҳр мерафтем. майлаш бародар. раҳмат. ана марҳамат гирем. раҳмат. чанд пул мешавад? ҳеҷ чиз лозим нест. замона нотинҷ бошад ҳам одамгариро бояд гум накунем. ташаккур. ташаккур. хайр, саломат бошед. маҳкам кун. ассалому амаки муҳаммадӣ. ва алайкум ассалом. тинҷӣ бошад? чунон давидӣ ки гӯё касе туро таъқиб мекунад. маро не амак, шуморо. нотинҷӣ аст амак, нотинҷӣ. чӣ гап шудааст? равшантар гӯй. биёед ба он су меравем, ҳамаашро мефаҳмонам. майлаш, рафтем бача. омад. ту бачам мана хавотир карда истодаӣ. кӣ омад? чӣ гап аст? ту ба ман фаҳмонда метавонӣ? ана ҳамон ҷелакдор бо фармони александр ва абдушукур ба куштани шумо омадааст. ҳамон ҷелакдор? ҳа,
ана ҳамон ҷалакдор. انا گپ در کجا؟ همش فهما. تشکر به تو بکم. تو در حقیقت جانی مرا خریدی مهربان جان. اکنون تو اینجا مان. حرامی ناشد. پدر لعنت، با همین جانت با محمدی پهلوان سر به سر شدنی؟ ای یراقت سرت خورد حرامی. لعنتی بگوی خیلی نروی نابکار دروغ گوی. کپتن لعنتی بابزون. کپتن لعنتی اقرار نمی شود. خیلی از راست استا. گرفته بر از جر هواتی. خوب شده است. من یه چیز نمیگویم. نمیگویم. گفتم رفتیم. آمین. دادای اجران کسی در تخت تخت دارد. حاضر. السلام علیکم. السلام علیکم. شاهنظر رو پراندن. شاهنظر رو؟ بعد نماز پیشین جنازه. فهمیدم. خیر. اوچای هجران. لبای؟ اوچای هجران. جنازه خبر کن آمده است. تینجی است؟ کجا تینجی؟ شاهنظر رو پراندن. آدین اکک در همین جو بود کو؟ همراهتون در همین خانه بود کو؟ گفتید که سر گوسفندای بابا اکرام رود.
بابا اکرام پرونده گسفندشو بر همتون همراه کند گفتید کو؟ میدونی ای بی خودش رفیقانش رو همراهش نگرفته است، منی کرده است. بابا اکرام خودش کی؟ من خودم کارش رو میکنم. انا وی مسافر باشد افتماد داشته است. دادرکم از شما کشتید. فهمیدم هر روز میگفتید که بسری گوسفندای بابا اکرام را برون میگویم ماما میگویم دادرکم از شما کشتید. شاه نظر ای ابله میفهمی چیو گفته ایستادایی؟ چی؟ من او را روان کردم؟ من گفتم که بابا اکرام را پروند؟ تو میدونی چیو گفته ایستادایی؟ این گپا را از دهانت نبرار. نباشد من تو را میکشم، کارم را در حقت میکنم، با آب میپرتایم، ریشت را میکنم. حرامی خانم را حرام کردی. جهمنده در پشت در من حرام. از بحرت میگذرم. پروردگارا گذشته ها را رحمت و مغفرت، روحاشون شاد، قبراشون پرنور، جاهاشون جنت الفردوس و رفیق رحمتشون. شاه نظر مشرف پایده شیشته بودی که کی در خانه ما مرده شود بعد بیایی ها؟ تو قهر کرده بودی کو؟ ینگه جان مانه ناله ایشو نظره کنم ینگه جان. آوای مهمانی یک روزه ینگه جان آچی درگارم میخیگم. با من عقل یاد میدی که ما رو به این روز کی آورد؟ کی شاه نظره کشت؟ تو کشتی. شاه نظر برای شوهری تو کم خدمت کرد. عبدالشکور شاه نظر عبدالشکور کرد. جانش را برای عبدالشکور داد شاه نظر.
هرچی که میگفت اجرا میکرد. وای بسری اکایی اکرام برای چی رفت؟ برای چی اکایی اکرام پران؟ برای گوسفندانش. اکنون همه گوسفندان اکایی اکرام در رحمه شما. اقلا یک گوسفند برای ما آوردن. دانسته باش ای دختر، وای شوی تو یک روز تو را زنی نمی کند، بعد از سری شاه نظر برآورده پیش می کند. لیکن دانسته باش کودکانت را به خانه ما نمی آوری. فهمیدی؟ ماندی آنگا جان، چی در کنم این گپای آنگا جان؟ من خودم نمیمانم. ای تو شر نمیداری خدا زده. اگر حاضر هم من به جای پدر و مادرت می شدم، به جای زن و کودکان شاه نظر می شدم، تو را برآورده پیش می کردم. تو حق نداری که بیایی روی مرده دادرت ببینی. صدقه همین خیل افگی دادری شویتان شما. فهمیدی؟ گیره نکن بسیار. دانسته باش من توی و بچه هایت رو به این خانه راه نمیدهم. فهمیدی؟ ای خدا زده ای کسافت.